به نام خدا و با سلام در سومین روز از 28مین دوره نمایشگاه بین‌المللی الکامپ افتخار میزبانی جناب آقای بهرام زاهدی مدیر عامل شرکت سبحان سیستم و همچنین عضو کمیسیون هوش مصنوعی و کارشناس زیرساخت مراکز داده هستیم. قربان خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت بینندگان عزیزتون. در خدمت هستم با افتخار. قربان شما. من میخوام راجع به زیرساخت مراکز داده بیشتر اطلاعات داشته باشیم. همونطوری که همه دوستان دارن راجع به زیرساخت صحبت میکنن، این زیرساخت یک منابعی نیاز داره. خود این زیرساخت جی پی یو یک سری فرآیندها و یک سری اتفاقات زیرساختی قبل از اونها هست، حتی که راجع به اینها یک ذره صحبت بکنیم. ما الان میگیم ما جی پی یو میخوایم، اما از اون طرف ما برق نداریم، یعنی برق واحد رو داریم قطع می‌کنیم که بتونیم برق رو به مملکت برسونیم. و حالا اینکه بخوایم این برق رو بیاریم توی صنعت، خود صنعت، شهرک‌های صنعتی همینجوری دونه دونه دارن هی قطع و وصل میشه برقشون و این یه ذره داستان هست. حالا توی این فرآیندها کسب و کار نیاز داره و شاید پشت ماجرا رو خیلی نمی‌بینه، اما نیاز خودشه که درک می‌کنه. میگه آقا من این جی پی یو رو می‌خوام، من این زیرساخت رو می‌خوام. ملزومات این آماده سازی این فراینده چیا هست؟ ببینید تو کشور ما موضوع زیرساخت از جنبه‌های مختلفی قابل بررسیه، ولی از جنبه خود زیرساخت به عنوان سرویس، ببین توی دنیا موضوعات از سرویس توسعه خیلی زیادی پیدا کرده. یه زمانی میگفتیم سافر از سرویس یک نرم افزار به عنوان یک سرویس استفاده بشه. الان دیگه سطوح زیرساختی به سمتی توسعه پیدا کرده که دیگه دیتا سنتر از سرویس، اینفراستراکچر از سرویس رو رد کرده، دیتا سنتر از سرویس رو رد کرده، کلود از سرویس رو رد کرده. الان دیگه مالتی کلود از سرویسه، یعنی یه اکوسیستمی از کلودها به عنوان یه سرویس در نظر گرفته. ببین توی بحث هوش مصنوعی اصلی ترین موضوعمون موضوع پردازش. این کلید واژه‌ایه که همه روی این اتفاقا نظر دارن، ولی واقعیت اینه که خیلی ها این پردازش رو فقط به عنوان یک عامل میدونن، در حالی که این یک عامل نیست، مجموعی از عوامل هست که باعث میشه که شما یک پردازش رو تشکیل بدید. اونها چیه؟ اونها زیرساخت است. زیرساخت توی مراکز داده شامل 4 لایه است: لایه معماری، لایه الکتریکال، لایه مکانیکال و لایه ارتباطات. ببینید واقعیت اینه که الان تو کشور ما توی هوش مصنوعی همه دنبال جی پی یو هن برای پردازش، برای اینکه سرویس بگیرن، سرویس هوش مصنوعی بگیرن. ولی آیا اینکه فقط ما جی پی یو وارد کردیم هوش مصنوعی داریم، یا برفرض جی پی یو وارد کردیم، نصب کردیم، راه اندازی هم کردیم، آیا این سرویس رو داریم؟ قطعا خیر. واقعیت اینه که ما الان از لحاظ معماری مراکز داده ای آی بیس نداریم، از لحاظ الکتریکال مراکز داده ای که ساپورت کنه الکتریکال مورد نیاز، توان و ظرفیت مورد نیاز برای زیرساخت های هوش مصنوعی رو نداریم. خیلی ساده عرض کنم خدمتتون که موقعی که شما میگید آقا من یک جی پی یو لازم دارم، این جی پی یو فقط برق مصرفی نیست، برق مصرفی اون دیوایس نیست، برق مصرفی زیرساخت‌های دیگه. موقعی که شما صحبتشو میکنین میگه این جی پی یو توان خنکسازی 5 برابری لازم داره. این توان خنکسازی 5 برابری بجز این که اون ظرفیت خنکسازی یا کپاسیتی کولینگ مورد نیازش یک موضوع، تامین برق اون زیرساختی که این سرمایش ایجاد کنه هم یک موضوعه. یعنی ما توی موضوع الکتریکال فقط ظرفیت خود جی پی یو نیست. موقعی که ما میگیم که آقا ما 50 واحد جی پی یو الان توی مرکز داده نصب کردیم، توی مرکز داده‌ای که توان برقیش 500 مگاواته،
باید بشینیم محاسبه کنیم که بگیم این 5 برابری که الان صحبتشو میکنیم، این 5 برابر کولینگش هم باید 5 برابر افزایش پیدا کنه. این افزایش مکانیکالش یه موضوع، افزایش الکتریکال، مصرف الکتریکال خود این مکانیکال هم یه موضوع دیگه است. و همه اینها رو که بگذاریم میرسیم به بحث ارتباطات. موقعی که ما همین الان تو کشور 5G رو به صورت عام تو کل کشور تو تمام زیرساخت‌ها نداریم، خب انتظار داریم که با 4G یا حتی همین تو همین نمایشگاهی که شما ببینید خیلی جا تیویجیه. خب با این زیرساخت ما میخوایم سرویس هوش مصنوعی بدیم. بعد موقعی که صحبت میکنیم شما بدبینانه به موضوع نگاه میکنید، میگیم آقا بحث بدبینانه خوشبینانه نیست. موقعی که شما از یک سرویس صحبت میکنید یک الزاماتی وجود داره، دنیا بهش میگه استاندارد. میگه استاندارد یعنی حداقل ها، میگه حداقل زیرساخت برای یک دیتا سنتر ای آی 5 برابر سرویس یک دیتا سنتر عمومیه. یعنی موقعی که شما میگه آقا من 10 تا رک دارم که هر کدوم 10 کاوا مصرف دارن، موقعی که شما میگی من یک دیتا سنتر یک رک داخل اون دیتا سنتر یک رک ای آی میخوام بذارم، باید اون رک ای آی 50 کیلووات 50 کاوا باید برق داشته باشه. آیا دارید؟ 5 برابر باید کولینگ داشته باشه. آیا دارید؟ خب اینها، این آیا دارید ها الزام اولیه است. که شما میگی آقا من ماشین میخوام بخرم، خب باشه من رفتم پرسرعت ترین ماشین جهان رو خریدم، میگه خب دستت در نکنه. آیا شما بنزین یورو 6 دارید که اون ماشین الزامش مصرفشه؟ آیا شما جاده‌ای دارید که با سرعت 300 کیلومتر اجازه تردد توش داشته باشه؟ جاده با اون کیفیتی دارید که این ماشین توی اون اتفاقی براش نیفته، یه دست اندازی توش نباشه که مثلا با سرعت 300 کیلومتر بیفته، یه دست انداز 5 سانتی 50 تا ملق میزنه. واقعیت اینه که دیتا سنتر هم همین جوره. موقعی که شما یک سرویس صحبت میکنی میگی که دیتا سنتر هوش مصنوعی، خیلی از دوستان فکر میکنن این دیتا سنتر معمولی میتونه دیتا سنتر هوش مصنوعی باشه. این نمیتونه باشه. چرا؟ چون الزاماتش رو نداره. خیلی از دوستان نگاهشون به زیرساخت اینه که ما میتونیم از همین دیتا سنتر معمولی سرویس ای آی بگیریم. خب این دیگه دیتا سنتر نیست، این دیتا سنتر ای آی نیست. چه کار میشه براش انجام داد؟ خب ببینید 2 تا اتفاق باید بیفته. اولا اینکه دانش این موضوع تو کشور باید توسعه پیدا کنه. اصلی ترین موضوعی که وجود داره آموزشه. الان ما تو آموزش حتی آموزش عمومی ای آی رو نداریم. خیلی از دوستان میان معرفی ای آی، یعنی آموزش در کشور الان در سطحیه که خیلی از دوستان آموزش رو در همین سطح میدونن، در حالی که ما آموزش حداقل 5 لایه داره. یک لایه معمولی کف بازاره که شما میگی آقا از دانش آموزان ابتدایی باید بری شروع کنید. یک لایه اجرایی، میگه آقا کارشناسایی که الان میخوان وارد این بازار بشن باید آموزش ببینن، یعنی بفهمن ای آی چیه، زیرساخت ای آی چیه و ورتیکال های آموزشی توی حوزه چیه، چه پوزیشن های کاری وجود داره، چه تو حوزه نرم افزارش، چه تو حوزه زیرساختش. یا حالا الان دیگه بحث نرم افزار رو مطرح نمی‌کنم، میگن چه حوزه زیرساخت، چه حوزه سرویس، که پلتفرم و نرم افزار کاربردی و حتی سیستم های عامل تحت ای آی. الان با هیچ آموزشی الان در موردشون. لایه بعدی لایه آموزش مدیران میانیه، یعنی مدیرانی که میخوان این سرویس رو بگیرن. الان خیلی از مدیران حتی آشنایی با هوش مصنوعی ندارن. هوش مصنوعی رو در همین حد میدونن که ما
یه چیزی داریم که میاد سریع پردازش میکنه، سریع جواب میده. ما این هوش مصنوعی نیست، این HPC زیر ساختای پرسرعته. پس لایه دیگه که داریم لایه حاکمیتیه. لایه حاکمیتی اونایی که تصمیم گیر هستن. واقعا الان تو دولت ما کسی رو نداریم که زیر ساخت رو بفهمه. آشنایی زیر ساخت در همین حدیه که آقا تو 10 تا جی پی یو بخر، منم 10 تا پولشو میدم، 10 تا هم با پول من بخر. آقا شما دولتی باید بیایی الان ریگولیشن ایجاد کنی، بیای مقررات بذاری، بیای بگی که کسی میتونه بگه دیتا سنتر هوش مصنوعی دارم که این ویژگی‌ها رو داشته باشه. زیرساخت‌های هوش مصنوعی اگه قرار ایجاد بشه این حداقل قواعدشه. یعنی اون حداقل‌ها رو آیتم با آیتم باید مشخص کنه. موقعی که اتفاق نیفتاده پس اون بحث آموزش حاکمیتی هم معنی نداره. یه بحث خیلی بزرگتری وجود داره به جز آموزش، بحث ارجاع کاره. ما تو ارجاع کار هم هیچ نظم و نسق و قانونی نداریم. بازم برمیگرده به حاکمیت. حاکمیت نمیتونه تصمیم درست بگیره، نمیتونه وارد حوزه تصدیگری حاکمیتی شده. کاری که 100 بار تست شده ولی بازم تست میشه. یعنی ما میگیم آقا ما کارمون رو بلدیم، شما برو کار خودتو بکن، اجازه بده ما کاری که خودمون بلدیم ما انجام بدیم. شما میخوای دیتا سنتر هوش مصنوعی بسازی، اونو من بلدم بسازم، شما باید قانون بذاری، شما باید بیا از من حمایت کنی، بیای شرکتی که داره 500 میلیارد سرمایه میاره تضمین بدی، بری با بانک مرکزی صحبت کنیم یا هر کسی دیتا سنتر هوش مصنوعی راه انداخت، بانک مرکزی من این ویژگی رو دارم، این اجازه رو یا تو به من بده یا من از دولت میگیرم به تو میدم که به صندوق شکوفایی بیاد پشت اینایی که دیتا سنتر هوش مصنوعی میخوام بسازم واسطه. یعنی ریسک سرمایه گذاری رو بیاره پایین. خیلی ممنونم از اینکه لطف دارید، در خدمت هستم و یاد گرفتیم ازتون. بزرگواری کردید. اگر سخن پایانی باشه ما شنونده هستیم. لطف دارید، سپاسگزارم، ممنون از دعوتتون. ببینید واقعیت اینه که تو کشور ما متاسفانه در ایجاد روندهای حاکمیتی دچار مشکل هستیم. تصمیم گیرانی که اونجا هستند متاسفانه اون تصمیم گیران در اسکیلی نیستن که در اون پوزیشنی که هستن تصمیم بگیرن. تصدیگری حاکمیتی توی 20 سال گذشته 50 بار تست شده و غلط بودنش ثابت شده، ولی اصرار وجود داره که دوباره هر کسی میاد تو این حوزه، مخصوصا حوزه‌های جدید این هوش مصنوعی، میاد دوباره برمیگرده همون سناریو رو میذاره رو میز. بهترین کار اینه که دولت به جای اینکه بیاد تصدیگری حاکمیتی کنه بیاد قانونگذاری کنه، بیاد ساماندهی کنه. الان ما تو کشور الزام اصلیمون ایجاد نظام ارجاع کاره. سازمان نظام صنفی رایانه کشور این آمادگی رو داره که این مدل مفهومی رو بیاد توی چند حوزه عملیاتی کرده، توی این حوزه هم همون مدل عملیاتی کنه و دولت پشت این موضوع واسطه و الزام ایجاد کنه. تا این اتفاق نیفته عملا ما هزینه میدیم و الان هم داریم میبینیم و هزینه ها متاسفانه هم مخفیه هم زیاد. خیلی ممنون. خیلی ممنونم از شما و ممنونم از